سلام بر ملت ایران، چه خبر؟ دین و ایمانتون برقراره؟ اسلامتون کامل شد؟ دلار هنوزم 68 ریاله؟ هنوزم بدون ویزا میرید آمریکا؟ زندون‌ها دیگه خالی شده؟ قبرستونا الان خالی شده؟ چند تا ورزشگاه مثل آزادی براتون ساختن؟ چند تا بیمارستان و نیروگاه جدید احداث شده؟ جوانهاتون سر حالن؟ همشون شغل دارن دیگه. اعتیاد ریشه‌کن شد؟ راستی از آب و برق مجانی چه خبر؟ ماشین های خارجی قیمت مناسب سوار میشین؟ عربا هنوزم ازتون حساب میبرن؟ هنوزم آقای خلیج فارسین؟ منم بد نیستم، اونقدر گفتید خدا بیامرزتت رفتم بهشت.